امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه با بنی عباس نیز اینقدر علاقه خوب نداشتن، به معنای اون که اونها میخواستن از مکانت و منزلت امام استفاده برن و او رو در بعضی منصب ها استفاده بوده برای مردم گویند که ما حکومت عادلی هستیم. اگر عادل نمیشتیم ابو حنیفه ما در قضا نمیبود، یعنی که در سود یا اینکه قاضی کلانی هم دولت نمیشه. برای اون که امام به خودش مائل کند گوگو هدیه میفرستاد، روز 10,000 درهم همراه یک کنیزک فرستاد برای امام ابو حنیفه. وقتی که اومدن در تخت کردن کشادن بروندن چی گفت؟ گفتن برای تو هدیه فرستاده است که جایزه و یک کنیز. و امام گفتن من نه به جایزش احتیاجم است نه به کنیزش، لازم نیستم بر. اون شخصی که آوردگی بود انسانی میگن خیلی علما رو دوست داشت و حرمت میکرد، گفت امام این کار نکنید، خیلی شما هدیه چی رد میکنید. خیلی من گفت اون پول گفت میتونم بازگردونم، شما تاجر و ثروتمند اگه بهانه میکنم میگن که قبول نکرد. وای کنیزه چه خیلی رد میکنه شما؟ امام گفتم کنیزم رد میکنم، بگه که ابو حنیفه یک پیرمرد است و حاجت به کنیزم نداره، مسئله تمام دیگه. خلاصه به همین ترتیب امام قبول نکردن، یگون حدیث قبول نکردن. بارها 10,000 و 20,000 و 30,000 درهم هم میفرستاد، امام قبول نکرد. تا تو روایت دیگری است که ابو جعفر بول پول میفرستاد 20,000 درهم، میگه اینو قبول کن. میگه که من در اینجا مرد غریبی هستم و من نمیتونم اینجا چی کنم، پول خانم گذارم جای امین نیست، این امانت در بیت المال مسلمان رو استاد، هر وقت لازم شد من میگیرم. یعنی پول گشته بیت المال فرستاد. بعد میگن که وقتی که امام رحمت الله علیه وفات کردن، بعد از وفاتشون انسان اومدن برای امانت خود از خانه امام گرفتن. اینش میومد 5,000 دینارش، اینش نمیدونم چند هزار درهم، اینش اومد امانتی که در نزد امام گذاشتن از فرزندشون بگرفتن. ابو جعفر میگه این ابو حنیفه ما رو فریب کرد، ابو حنیفه ما رو فریب کرد. یعنی دوستان فهمیدن، یعنی که 20,000 رو قبول نکرد به بهانه اون که خونه‌اش جای امن نیست. یکی وقتی وفات کرد دیدن که از خونه‌اش 10,000 درهم مردم امانت گذاشته شده رو برای با صاحباش باز کرد. یعنی اینقدر از مال اونها میترسن، از مال حرام میترسن که مال حرام اونها رو نمیپذیرفتن. کارشون که این 20,000 درهم پول میدان است. یعنی تصور کن 200 درهم نصاب زکات است. یعنی 200 درهم حاضر تقریبا 4,000 دلار که برابر است. یعنی اگر 200 درهم 4,000 باشد 2,000ش 40,000 دلار میشه، 20,000ش 400,000 دلار میشه تقریبا پول حاضر. یا باری دیگه، یک باری دیگرش حسن ابن قحطبه، این که رئیس دستگاه ابو جعفر منصور بود، این دستی راستش، اینم 10,000 درهم فرستاد برای امام. وقتی آورد ببینید امام رحمت الله علیه تا دست نزدن، مثلا اون کنج خانم گفت گاهی نمیتونن رد کنن، گاهی آشکار رد میکنن، گاهی رد جمیل میکردن. گرفت میگه در کنج خانه گذاشت، برآمد رفت حسن ابن قحطبه. بعد امام رحمت الله علیه پسرشون گفت که حماد دیدی، همه میستاد. وقتی که امام وفات کردن میبری دستی حسن ابن قحطبه میتیم. بعد وقتی امام رحمت الله علیه وفات کردن پسرشون پول گرفت و برد و حسن ابن قحطبه گفت این امانت تو در نزد بابای من بوده است، این امانت خدا رو قبول. حسن ابن قحطبه درک کرد این کدام. من گفت امانت نگذاشته بودم، لیکن این در ذهنش بود که اون پولی که داده بود همون پول است. گفت به خدا، گفت پدری تو یعنی که نسبت دین خودش خیلی تلاش کرد، هم و غم پدری تو فقط دین خودش بود، بنابراین این دنیای ما رو پروا نکرد. خلاصه از این یعنی که داستان ها برای چی ما نقل میکنیم این است که علما باید که دستشون پاک باشه، علما نباید که وابسته باشه. وقتی که از یک ثروتمند وابسته می شود، از یک منصبدار وابسته می شود، دیگر وای نمیتونه اون چیزی که خدا از اون میخواهد برای مردم برسونه. دیگر وقتی که از اون ثروتمند زبانش کوته شد، وقتی فتوا دادن مراعات اون نمیکنه. بنابراین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این هدیه ها رو قبول نکردن برای اینکه زبان کوته نشن نزد اون، برای اینکه دینی خودشون حفظ کنن. ولی انسان میتونه که این هدیه بود که هدیه در اسلام رد کردنش امکان نداره، لیکن این هدیه مثل هدیه رشوه هست، مثل پاره دادن است، مثل قلف زدن دهان علما هست که با این میخوان علما رو دهانش قلف زنن تا اینکه کپی حق نزنن. یعنی همین از ابو جعفر منصور برای چه قضاوت قبول نکردن در یک روایت میگه که گفتن که آخه ابو جعفر میآید حکم قتل یک نفر صادر میکند،
لیکن اینجاشو من میگذارم که میخواد که این چی به گردن من روز قیامت بار کنه که قاضی این حکم برآورد، قاضی اینو تصدیق کرده است. اما ابو جعفر چیکار میکنه؟ یه شخصی که برای معقول نیست مثلا میخواد که سرش بزنه، فتواش از کی میگیره؟ از ابو حنیفه میگیره. من ابو حنیفه گفتم من برای تو نمیتونم که برای تو من یک چی باشم، مثل یک قلم باشم که من استفاده بری و باز وقتی که کند شد دیگر نابود کنم.